با درک شرایط کنونی پس از پیروزی امارت اسلامی افغانستان در عرصه‌های مختلف اقتصادی گامه‌های مؤثر و ارزشمند برداشته شده و جهت بازنگری و توسعه بنیادی برنامه‌های اقتصادی، تلاش‌های شبانه روزی از طرف رهبری و مسئولین وزارت‌ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان جریان دارد. الحمدلله امنیت سرتاسری تأمین گردید. فساد اداری و کاغذپرانی به حد اقل خود رسیده. اگرچه الکوزی صاحب شکایت کرد ولیکن ما کوشش کردیم که به حد اقل خود برسیم ان شاء الله. الحمدلله. و در غیر از اینکه یک موقع ما باید صحبت بکنم، در غیر از اینکه اگر مسائل مالیاتی می باشه، ما کوشش ما می بوده که در یک روز یا 2 روز مسائل جوازها باید هر قدر عاجل می باشه باید حل شود. و این که مسائل مالی است یا مالیاتی است، یک سلسله مسائل است، باید در هماهنگی باید این مسائل باید حل کنیم. و ما به این ان شاء الله متعهد هستیم که هر جریانی که می باشه، هر برنامه‌ای که می باشه، اگر با ما شریک می سازند، با ما همکاری میکنند، ان شاء الله استیپ هایی که واقعا بروکراسی را خرد میکنه، کوتاه میکنه، ما ان شاء الله امرایشان هماهنگی میکنیم. و جناب آجی صاحب ملا برادر که الحمدلله امروز رهبر اقتصادی افغانستان است اجازه میگیریم و میتونیم که مثال راه ها را دیگه مزید کردن کوتاه‌تر بکنیم. نظر به خواهش خود شما قیمت های جواز بالا رفت. به خاطر از قیمت جواز بالا رفت، اگرچه اکثر دوستا شکایت میکنن و جواز به نام یک کسی که وفات کرده بود گرفته میشد، به نام یک کسی که در خارج بود به نام از او گرفته میشد، به نام کسایی که معتاد بودن گرفته میشد. فقط ما خواستیم که یک اقلا به یک جوازی که تجارت به نام از او است، یک کمی باید حق باید حقوق قائل شویم. استفاده مؤثر از منابع مالی داخلی برای تطبیق برنامه‌های انکشافی دستور کار امارت اسلامی قرار دارد. به همکاری سکتور خصوصی در بازارها فراوانی وجود دارد و قیمت کالاها در کشور نسبت به کشورهای همسایه ارزانتر می باشد. الحمدلله. با افغانستان به عنوان کشور در حال رشد که به آبها دسترسی محدود دارد، برای رسیدن به توازن بیلانس تجارت، افزایش صادرات، معیاری سازی تجارت، اشتغال زایی و ایجاد روابط پایدار اقتصادی به مراودت تجارتی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری دوامدار بدون مشکل و دو طرفه به کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیاز مبرم دارد. الحمدلله در این عرصه تلاش‌ها جریان دارد. وزارت صنعت و تجارت به راهنمایی‌های مقام محترم معاونیت اقتصادی همیشه تلاش نموده تا با شرکت‌های تجارتی خود روی تحکیم و توسعه روابط تجارتی تفاهم نظر ایجاد نماید و پیشنهادهای مشخص خود را در این عرصه با شرکای تجاری خود مطرح ساخته که میتوان از تعرفه‌های ترجیحی یک طرفه، تسهیلات برای محصولات تولیدی و زراعتی افغانستان، بازاریابی، نمایشگاه‌ها و غیره یادآوری نمود. به منظور نائل شدن به خودکفایی اقتصادی از صنایع داخلی کشور حمایت قاطع و همه جانبه می نماییم و صاحبان و متصدیان فابریکات تولیدی را به این امر تشویق می کنیم تا محصولات تولیدی تولیدیشان را مطابق خواستها و مقتضیات کنونی با کیفیت عالی تولید و به مردم عرضه نمایند و متقابلا مردم عزیز کشور را تشویق میکنیم تا از تولیدات داخلی استفاده اعظمی نمایند. وزارت صنعت و تجارت در بیشتر از 2 سال گذشته با جدیت تلاش نموده تا مکانیزم های جدید و پایدار را در راستای تقویت شاخصهای تجارتی، ترانزیتی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کار و بار به سطح منطقه و بین المللی استحکام ببخشد. این وزارت من حیث نهاد مسئول خود را متعهد می داند
تا زمینه را برای رشد پایدار سکتور خصوصی و انکشاف صنایع داخلی فراهم نماید. به همین منظور برای تسریع روند رشد و انکشاف اقتصادی و در مشوره با سکتور خصوصی کار روی ایجاد طرح صندوق حمایت از سکتور خصوصی روی دست گرفته شد. نبود منابع ملی، کمبود امکانات و زیربناهای ضعیف موانع جدی در برابر تطبیق برنامه‌های این وزارت می باشد. به طور مثال مطابق نرم‌های جهانی پروسه انتقال یک موتر صادراتی و وارداتی کمتر از چند ساعت را در بر می‌گیرد، در حالی که این پروسه در افغانستان یا ساعت‌ها یا روزها در بر می‌گیرد که از یک طرف باعث کندی تجارت گردیده و از جانب دیگر باعث افزایش قیمت‌ها شده است. با درک این وضعیت وزارت صنعت و تجارت طرح ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی را حضور مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد نمود که خوشبختانه طرح متذکره منظور گردید. بعد از اینکه به معاونیت اقتصادی روان شد، بعد از این منظور گردید. بدون شک تطبیق موفقانه طرح‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت و تجارت به حمایت و همکاری مسئولین محترم و وزارت‌ها و ادارات اماراتی و سکتور خصوصی کشور نیاز مبرم دارد. به باور این وزارت رشد و انکشاف سکتور صنعت و تجارت زمان امکان پذیر است که سکتور خصوصی نقش اساسی و محوری خود را در این راستا ایفا نماید و متقابلا امارت اسلامی افغانستان در قسمت فراهم آوری تسهیلات لازم برای فعالیت‌های سکتور خصوصی سعی همه جانبه نماید. صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و بالاخره فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است. قسمی که لوکوزی صاحب فرمودند حقیقتا یکی از برنامه‌های مهم همین صندوق می است که ما باید در بنادر خیلی سهولت بیاریم، چون زیادتر عواید صادرات ما و واردات ما مسائل ما به بندر وابستگی داره. در اینجا کوشش بکنیم که جناب آقای سید ملا برادر بخش مهمی که از مسائل حل میکرد الحمدلله در اولویت کاری کمیسیون اقتصادی بود، مسائل اسکینرها بود، الحمدلله تا حدودی رسیده و باز هم به همت سکتور خصوصی حل میشه. روی مکانیزمش کار شده، روی برنامه‌هایش کار شده. من یقین دارم که یا از طریق می برنامه صندوق یا از طریق تجاره هایی که الحمدلله استعداد خوبتر دارن این موضوع را دیگه سرعت ببخشن. داشتن منبع مطمئن مالی برای تطبیق پروژه ها و برنامه های مربوط به سکتور خصوصی، تمویل مالی برنامه های مربوط به کمیته ملی بنادر، اعمار تاسیسات مورد نیاز در بنادر و گذرگاه ها، ایجاد لابراتورها و خریداری دستگاه های تست و کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، کمک مالی جهت بهبود شرایط کاری تشبسات از جمله عمده‌ترین اهداف صندوق می باشد. پروژه هایی که از طریق کمیته رهبری صندوق و در مشوره با سکتور خصوصی در اولویت قرار داده می شود مطمئناً باعث رشد تجارت گردیده، کاهش قیمت ها را به مستهلکین به همراه داشته و واردات و صادرات را تسریع می بخشند. مثال گفته میتونیم که در بعضی بنادر است از طرف با واردات خو حق اولیت داده میشه، ولیکن کانتینرهایی که از این طرف میرن روزها در بنادر متوقف میشن، یا از طریق کشورهای همسایه یا به خاطر مشکلاتی که راه ما تنگ است مشکلات داریم. ما میخوایم اگر در جاهایی که امکانات داشته باشیم راه بدیل داشته باشیم، راه اضافی داشته باشیم، ما راه ها را کوشش میکنیم که ان شاء الله توسعه ببخشیم و امکانات خوبتر بکنیم. از جمله امروز به همکاری و به همت سکتور خصوصی ما الحمدلله در بندر میلک که یک بندر بسیار مهم ما و شما است و میخواهیم که ان شاء الله
البته نه راه بدیلی به کدام جای دیگه میسازیم، چابه ها را راهش و سهولیاتش اضافه بسازیم. 2 مرتبه امرای جناب آقای سیب ابراهیمی خودشان حضور دارن، بعد از این کمیسیون اقتصادی فیصله کرد که باید از بنادر یک دفعه بازدید شود و دیده شود. رفتیم، ما دیدیم تنها 70 موتر از یک بندر بسیار مهم ما که واقعیت تمویل اکثر مسائل از اونجا میشه و خصوصا چابه ها را از اونجا راه میفتیه، فقط 70 موتر تردد میکرد، رفت و آمد میکرد. وقتی که تاکسی و موترهای بس رفت آمد میکن، اینم در موتر باربری حساب میکردن. و امروز الحمدلله نظر به هدایت جناب حاجی ملا صاحب محترم چند مواردی که بر ما سپاریده شده در موضوع چابه ها، فقط یکی از برنامه های ما ای است که در بندر میلک انشالله خیلی سهولت بیاریم، در بندر نیمروز ما سهولت زیاد بیاریم. راه بهدیلی است که فعلا تا جور کردن پل ابریشم که دومش است، بعد از تثبیت مرز میخواهیم که انشالله یک راه بدیل هم داشته باشیم تا ما بتانیم تا 500 یا 400 تردد لاری ها را اضافه بسازیم انشالله. امروز سرش کار است، نظر به یک کمه که مسائل مشکلات کشورهای همسایه که باید یک تفاهم خوب شود، مشکلات پیش آمده، انشالله و مسائل هم زودتر حل میشه. صندوق حمایت از سکتور خصوصی دارای کمیته های رهبری و تکنیکی می باشد. اعضای این کمیته که متشکل از نماینده های محترم معاونیت اقتصادی، ریاست عمومی، اداره امور، وزارت های صنعت و تجارت، مالیه، زراعت و آبیاری و مالداری، اقتصاد، انرژی و آب، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، معادن و پترولیم و اتاقهای سکتوری می باشد. همگی در کمیته رهبری از الحمدلله شامل است و در خصوصا در امارت اسلامی یک اصل است تبدیل و تغییر و یک الحمدلله برنامه گذاری شده که در آینده هر تغییراتی که بیا سکتور صندوق حمایت از سکتور خصوصی با تحت یک برنامه شفافیت پیش برود و هیچ کس دیگه قابل اعتراض به تطبیق از این نداشته باشه. عمده‌ترین وظایف کمیته رهبری را تایید یا رد پروژه های پیشنهادی، تعیین مبلغ اعانه برای صندوق، اولویت بندی پروژه های، نظارت از فعالیت های کمیته تکنیکی، نظارت از تطبیق پروژه ها و ارائه گزارش از مصارف پروژه ها به مقام عالی ریاست الوزراء و معاونیت اقتصادی تشکیل می دهد. صندوق از طریق کمک ها، مساعدت ها و اعانه های اشخاص حقیقی و حکمی در سطح ملی و بین المللی و فیس ناچیز بالای کالاهای وارداتی و صادراتی تمویل مالی می گردد. در اولویت ما برنامه هایی که اگر کدام تاجر مخیر می باشه کمک میکنن، کدام برنامه ای که از طرف یک مملکت می باشه، از طرف نهادهای بین المللی می باشد، در اولویت ما ای است. و مهمترین بحث می است که باید یادآور شوم، ما میریم به طرف خودکفایی و هیچ وقتی هم خودکفایی از طریق بیگانه و از طریق مجراهای دیگری نمیشه. تا ما شما سر پای خود ما استاد نشیم، مفلس به داد بنده توانگر نمیشود. ما کوشش ما و سعی ما و تلاش ما همیشه باید باشه که برنامه خود مردم افغانستان، ملت افغانستان و در اولویت برنامه های امارت ما تطبیق بکنیم که برسیم به طرف خودکفایی. هر کسی که به ما شما کمک میکنه متوجه باشه که هدف می داشته باشه. بدون هدف شما باور بکنید که یک روپه هم بالای کس مصرف نمیکنه. و ما امی صندوق به می خاطر گفتیم که سکتور خصوصی ما نظر به هدایت شیخ صاحب محترم، نظر به هدایت حاجی ملا صاحب محترم، ما باید سکتور خصوصی خدا، تجارای خدا، صنعتکار خدا، متشبث خدا باید محکم در پولوی خود داشته باشیم. اگر ما پالیسی می سازیم و اگر ما تطبیق برنامه می داشته باشیم، در اولویت خود برنامه های تجارای خدا داشته باشیم که از طریق از این ما بتانیم یک قدم بریم به طرف خودکفایی و به طرف و پای خود استاد شدن. اگرچه مشکل است، اگرچه سخت است،
ولیکن اینمی راه حل غیر از این دیگر نیست. ما شما دیدیم در طول چند سالی که ما شما هر کدام ما اگر خرد هستیم، اگر جوان هستیم، اگر بزرگای ما است، فقط یگانه راهی که ما تانستیم امروز سنجش بکنیم فقط امی اگر کم است اگر اضافه است ما بتانیم سکتور خصوصی خود حمایت بکنیم. اگرچه نظر وزارت صنعت و تجارت امی بود که یک کمی ما بتانیم اضافه تر فیصد بگذاریم. جناب حاجی ملا صاحب خودشان حضور دارن، گفتن به خاطر از اینکه ملت متضرر نشوه حد اقل باید فیصد ما شما باید تعیین بکنیم. انشالله در اولین جلسه کمیته رهبری صندوق که ان قریب دایر میگردد حسابات بانکی برای صندوق افتتاح و شماره های حساب متذکره از طریق رسانه ها هماهنگی میشه. انشالله پروپوزال جور میکنیم به امید خدا. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه کسایی که مستعد هستند برای زمان پروپوزال میدیم، اگر بتونند کمک کنند خوب و اگر نتونند اولی کف دست ماست و کوشش میکنیم که از طریق می بخیر انشالله پیش بریم. در اخیر از تمام مردم شریف و نجیب افغانستان به خصوص جامعه سکتور خصوصی و نهادهای کمک کننده جهانی میخواهیم تا از طریق کمک ها، مساعدت ها و اعانه های خود به این صندوق سهمشان را در تطبیق برنامه های صندوق که باعث بهبود و وضعیت تجارت در کشور میگردد ادامه نمایند. و من الله التوفیق. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین.